الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى این حلقه 76 از آموزش کلمة التوحید، عروة الوثقى، لا اله الا الله محمد رسول الله می باشد که معنیش نیست معبود برحق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند. به توفیق الله و به فضل و کرمش ما در حلقه های گذشته به شرح و توضیح و بیان ششمین شرط صحت لا اله الا الله پرداختیم که این ششمین صحت کلمت التوحید القبول بود، یعنی قبول کردنی لا اله الا الله و قبول کردنی آن چیه که لا اله الا الله بر اون دلالت می کند، قبول کردنی دین و قبول کردنی رسول الله و آن چیه که رسول الله آورده اند. معنای قبول لغتاً و اصطلاحاً به شما بیان کرده شد و گفتیم که قبول در بالای دو معنا دور میزند که اولش الاخذ، گرفتن، و دومش اجابت کردن و مائل شدن نفس، که در شریعت به هر دوی همین معنا می آید. بارک الله فیکم. یعنی قبول کردن احکام شریعت، قبول کردن دین، قبول کردن لا اله الا الله و آنچه که لا اله الا الله از ما می طلبد قبول کردن همه دین و عمل نمودن. البته دلیل ها از قرآن و سنت به شما ذکر کرده شد که قبول این در حقیقت شرط صحت لا اله الا الله است. وقتی که در انسان قبول نابود می شود، دینش نابود می شود. اما در این حلقه کلام اهل علم را در مسئله قبول ذکر خواهیم نمود. البته سخنهای علمای اهل سنت و الجماعت در این که قبول شرط صحت لا اله الا الله است به نهایت زیادند، اما ما از درون این علمای معروف و از علمای متقدمین به شما در این موضوع که قبول شرط صحت لا اله الا الله است نقل می نماییم. اولا سخن فضیل ابن عیاض را می آریم. البته فضیل ابن عیاض رحمه الله یکی از علمای اهل سنت و الجماعت هستند، امام اهل سنت و الجماعت هستند، چه خیلی که امام ذهبی رحمه الله ذکر می کنند و تمام علما به مانند سفیان ابن عیینه، به مانند عبدالله ابن مبارک و به مانند دیگر از علمای متقدمین که در حق این امام فضیل ابن عیاض سخنها و تعریفهای زیاده کرده اند و فضل این شیخ بزرگ فضیل ابن عیاض را بیان نمودند. اصلا فضیل ابن عیاض این خراسانی هست، یعنی سمرقندی هست. فضیل ابن عیاض در 107 هجری، در سال 107 هجری
در سمرقند تولد می شوند و فضیل ابن عیاض خودشان یک راهزنی بودند، خیلی که فضیل ابن موسی به سندش روایت می کند در سن جوانیشان فضیل ابن عیاض یک راهزنی بودند، در راه می ایستادند، قطاع الطریق بودند، کسانی که به خاطر تجارت از این راه می گذشت از اونها پول مالشان را می گرفتند، اما توبه می کنند به سبب یک آیتی که می شنوند که الله سبحانه و تعالی می گوید الم یأنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا وقتی آن نرسیده است به اهل ایمان که قلبهایشان، دلهایشان از الله بترسد و از آن حقی که از جانب الله آمده است بترسد؟ البته وقتی که این آیت رو میشنند فضیل ابن عیاض توبه میکنند و بعد از توبه چنان توبهشان حقیقی بود کوشش میکنند که یکی از علماهای بزرگ اهل سنت و الجماعت میشوند، علمای حدیث میشوند و البته به مکه هجرت میکنند. در سال 187 هجری وفات میکنند، در سن 80 سالگیشون در مکه وفات میکنند و لقب عابد الحرمین را هم همین فضیل ابن عیاض گرفته بودند و استادشان این سفیان ثوری هست، شاگردشان سفیان ابن عیینه، عبدالله ابن مبارک و غیره شاگردان فضیل ابن عیاض است. همین فضیل ابن عیاض رحمه الله میگویند الایمان عندنا الاقرار باللسان والقبول بالقلب والعمل. و این سخنشون معنیش این است که فضیل ابن عیاض رحمه الله میگن ایمان در نزد ما این اقرار کردن با زبان است، یعنی با زبان گفتن لا اله الا الله است و قبول کردن همین لا اله الا الله به قلب است، یعنی باید تمامی معنی که لا اله الا الله دارد، طلباتی که لا اله الا الله آورده است، همین رو قبول کردن است و عمل نمودن به همین لا اله الا الله است. یعنی لا اله الا الله این همه شریعت است. بعضی ها در حیرت میمونن که به کجای لا اله الا الله عمل بکنیم. لا اله الا الله بر ما یگون عملی رو بیان نمیکند، بلکه ما میگیم لا اله الا الله این اول شریعت آخر شریعت است. لا اله الا الله تمام شریعت رو در بر میگیرد. و البته این روایت رو امام لالکائی یکی از علمای متقدمین اهل سنت و الجماعت این روایت رو تخریج میکنند و این چنین فرزند امام احمد ابن حنبل رحمه الله، عبدالله ابن احمد ابن حنبل در کتاب سنه این روایت رو ذکر میکنند. سخن دوم از یکی از امام های بزرگ اهل سنت در جماعت ابن القیم الجوزی رحمه الله، محدث، فقیه، مفسر، شاگرد ابن تیمیه رحمه الله تعالی، در کتاب اعلام الموقعین ذکر میکنند. این کتاب بینات کتاب معروف است، برای هر یک طالب علم ضرور است که قرائت نماید. میگویند العمل المقبول هو ما احبه الله و رضیه. عملی که مقبول است، قبول می شود، این همون عملی است که الله از همون عمل خوشش آید، یعنی همون عمل را دوست دارد و از همون عمل راضی شود. بارک الله فیکم. ابن رجب حنبلی در حقیقت یکی از علمای علامه بزرگ اهل سنت و الجماعت، صاحب کتاب جامع العلوم و الحکم، صاحب کتاب‌های بینات گوناگون زیاد و صاحب کتاب فتح الباری که به آخر نرسیده است، شرح صحیح بخاری، میگویند لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه من الملائكة والمباهات به. اما میگن لیکن قبول میگن در بعض حالتها از همین کلمه مراد این است که مراد رضا شدن به عمل، مدح انجام دهنده کار، ثنا گفتن بر وی می باشد. میگن و قد یراد به حصول الثواب والاجر علیه، و در بعض حالتها از این کلمه قبول مراد این است که حاصل شدن ثواب، حاصل شدن اجر را بیان میکند. و قد یراد به سقوط الفرض به من الذمه، و در بعض حالتها مراد از کلمه قبول ساقط شدن فرض از انسان از ذمه اش می باشد. و این چنین ابن رجب حنبلی رحمه الله میگویند و الرضا بمحمد صلی الله علیه و سلم رسولا یقتضی الرضا بجمیع ما جاء به من عند الله
و قبول ذلك بالتسلیم والانشراح. ریضا شدن به محمد صلی الله علیه و سلم این از ما طلب میکند که به همه آن چیزی که رسول الله آوردن ما باید ریضا شویم. ما هر پگاه روزی دعای صبح شام میگیم رضیت بالله رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی الله علیه و سلم رسول و نبی. ما ریضا شدیم به الله و به دین ریضا شدیم و به محمد صلی الله علیه و سلم ریضا شدیم که رسول است و نبی هست. اگر به محمد صلی الله علیه و سلم ریضا شده باشیم ما باید همه آن چیزی که رسول الله آورده است همش رو قبول بکنیم. زیرا که ابن رجب حنبلی میگن ریضا شدن به محمد صلی الله علیه و سلم همچون رسول، یعنی به رسول بودن محمد ریضا شدن، این از ما میطلبد، تقاضا مینماید که ما به همه چیزهای آورده رسول الله ریضا شویم از قرآن و سنت و قبول بکنیم و تسلیم شویم و انشراح قلب داشته باشیم. هم قبول بکنیم، قبول کافی نیست، بعد از این تسلیم شویم، بعد از تسلیم شدن به همین انشراح صدر داشته باشیم. ابن العربی در کتاب عارضه الاحوذی میگویند القبول فی السنة السلف الرضا. قبول در زبان سلف این رضا شدن بود، یعنی قبول شریعت یعنی رضا شدن به شریعت، قبول محمد صلی الله علیه و سلم، رضا شدن به محمد صلی الله علیه و سلم که رسول هستند. قبلت الشیء رضیته و اردته و التزمته. میگن قبلت الشیء یعنی یک چیز رو قبول کردم، معناش این که میگن به همین چیز راضی شدم، همین چیز رو خواستم و همین چیز رو التزام کردم و ملازم شدم. البته در اینجا شاید سوال بدید که ابن العربی کی هست؟ آیا همون صوفی هست؟ نیست. البته ما دو ابن عربی داریم، یکیش با الف لام به مانند این شیخ ابن العربی که این یکی از علمای اهل سنت و الجماعت است. شیخ مفسر، شیخ محدث، فقیه، کتاب‌های زیاد دارند در مسئله تفسیر، در مسئله حتی کتابی بهترین در مسئله شرح آیات‌های احکام و اینچنین کتاب در مسئله اصول فقه، در حدیث، در شرح حدیث امام ترمذی رو، شرح سنن امام ترمذی رو شرح دادند و این یکی از علمای معروف اهل سنت و الجماعت مالکی هستند. ابن العربی، عربی یعنی الف لام میم که آمده است، العربی. وقتی که میگوید میبینید ابن العربی. اما دویم ابن عربی هست که به الف لام، ابن عربی، العربی نیو هم تو عربی، الف لام ندارد، ابن عربی، که این دومش ابن عربی به الف لام نکره میگند، به الف لام اومده رو نکره میگن، قاعده زبان عربی هست. این نکره اش صوفی، غلات، ملحد و تولد شده 560 هجری هست. یکی از ملحد، کسی که به سخن عقیده حلولی و سخن اتحاد و سخن وحدت الوجود گفته است، کافر یعنی مشرک است. این دومش یعنی یکی از غلات صوفی است. اما این ابن عربی اهل سنت و الجماعت است. پس فرق این دو ابن عربی رو روید، یکش الف لام دارد، دویمش الف لام دارد، نکره و معرفه، معرفهش اهل سنت، نکره به الف لامش این صوفی غلات. بارک الله فیکم. و علمای دیگری اهل سنت و الجماعت، شیخ ابن تیمیه رحمه الله در کتاب صارم المسلول في شاتم او على شاتم الرسول میگویند فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى يذعن لله وينقاد فهو إما جاهد أو معاند فهذا أشد كفرا ممن قبله. رحمه الله میگن که اما کسی که اعتقاد بکند که الله سبحانه و تعالی حرام نکرده است چیزی رو، یا که یگان چیز رو الله حرام کرده است و انسان امتناع بکند، یعنی قبول نکند، حرام کرده الله رو قبول نکند، میداند که این حرام است اما بگوید که من قبول نمیکنم این حرام رو، الله حرام کرده است اما من این چیز رو، حرام بودنش رو قبول نمیکنم، همین چیز رو همچون حرام قبول نمیکنم، بلکه میگه در نظر من حلال است و سرکشی بکند از این که اطاعت الله را بکند، پابرجا در عمل و اطاعت امر الله بکند، سرکشی بکند. شیخ رحمه الله میگن که پس این انسان یا جاحد است، یا رد زننده یا رد کننده دین است، یا که دشمن دین است، که این دشمن دین شدن
کفرش با سختتر و شدیدتر است. یعنی مقصد از این سخنها همین است که قبول کردن شریعت کاملا این فرض عین است. هر چیزی که الله حرام کرده است حرام میگید، هر چیزی که الله فرموده است اطاعت میکنید به قدر استطاعت، و هر چیزی که نهی کرده است حتما دست میکشید. بارک الله فیکم. پس یکی از علمای اهل سنت و الجماعت، از علمای متقدمین میگویند، البته اسحاق ابن راهوی معروف علمای محدث، اسحاق ابن راهوی رحمه الله میگویند وقد اجمع العلماء ان من دفع شيئا انزله الله وهو مع ذلك مقرا بما انزل الله انه کافر. و این سخن را در کتاب تمهید، یکی از کتاب‌های بزرگ شیخ ابن محمد ابن عبدالبر الاندلوسی قرطبی ذکر میکنند که اسحاق ابن راهوی میگویند که به تحقیق علما اجماع کرده اند بر این که هر کسی که یک نازل کرده الله را دفع بکند، یعنی رد بکند، چیزی از نازل کرده الله را، یک مسئله که الله همین مسئله را نازل کرده اش در قرآن یا به واسطه رسولش، همین چیز را رد بکند، در حالتی که اقرار میکند، یعنی میگوید که میدونم که همین چیز از جانب الله آمده است، میگوید که میدونم که همین مسئله را الله گفته است، من اقرار میکنم که این گفته الله است، اما من چی میکند؟ عمل نمیکنم، یا که من این چیز را قبول نمیکنم، بگوید، این میگن کافر است. این کافر است. به مانند اینکه امروز مردم زیاد هستند قبول میکنند، مثلا میگن بله عرق رو من میدونم که الله حرام گفته است اما در نزد من حلال است، یا که میگن که بله ما میدونیم که الله در قرآن حجاب پوش گفته است اما من قبول نمیکنم، من میخواهم که مردم من حجاب نه بلکه یک لباس قومی خود را داشته باشند. یا که میگن ما میدونیم که الله سبحانه و تعالی قرآن را نازل کرده است، همه اش از اولش تا آخرش حکم زندگی است، یک برنامه زندگی است، میدونیم اما ما خودمون برنامه خودمون رو میکنیم و این رو قبول نداریم. البته این کفر است، صاحبش کفر میکند. حتی الله گفت ولا یشرک فی حکم احد، در حکم کردن هم با الله کسی رو شریک قرار ندهید. البته در این مسئله در آینده صحبت میکنیم. یکی از علمای دیگری اهل سنت و الجماعت، علمای عالم معروف اهل سنت و الجماعت، شیخ امام البربهاری در کتاب شرح السنه میگویند ولا يخرج احد من اهل القبله من الاسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل او يرد شيئا من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك ان تخرجه من الاسلام. باید خوب به این سخن دقت بدید که علمای اهل سنت چگونه علما بودند. میگویند یگان نفری را از اهل قبله و از اسلام بیرون کرده نمی شود، یعنی یک کسی که از اهل اسلام است، مسلمان است، از اهل قبله است، این را از همین دایره اسلام بیرون کرده نمی شود، یعنی کافر گفته نمی شود تا زمانی که همون انسان آیت را از کتاب الله رد بکند یا چیزی را از آثار رسول الله، از سنت رسول الله رد بکند. زمانی که یک انسان مسلمان بود، از اهل قبله بود، اما یک آیت قرآن را رد کرد، حکم الله را رد کرد، مسئله از مسئله رسول الله، سنت رسول الله را رد کرد، فاذا فعل ذلك، به تو ای مسلمان واجب است که همین انسانی که سنت را و قرآن را رد کرد، به تو واجب است که از اسلام بیرونش بکنی. آیا میفهمید که معنی این سخن چیست؟ معنی این سخن همین است که هر کسی که حکم الله را نمیخواهد، هر کسی که حجاب را نمیخواهد از ما نیست میگد، هر کسی که ریش را از ما نیست میگد، هر کسی که رجم را از ما نیست میگد، هر کسی که حکم دستبوری را از ما نیست میگد، هر کسی که دیگر از نمودهای حکم را که از حکم زنا کننده که دره هست یا که محسن باشد و غیر محسن باشد، ثیب باشد، رجم است، و دیگر احکام ها و دیگر مسائل ها را اگر رد بکند، قبول نکند، این کافر است. اگر بگوید که ما میدونیم که این از جانب الله است، با بعد از این هم حکم خودش را پیش برد، عمل خودش را پیش برد و قبول نکند، داند که کافر است.
و این سخنی امام بربهاری در کتاب شرح سنه است و کتابی و این چنین سخنی اسحاق ابن راهوی که محمد بن عبدالبر در کتاب تمهید ذکر کردند. و این چنین شیخ بربهاری در کتاب شرح السنه میگند و قال لا يقبل الله شيئا من السنه في ترك البعض ومن رد منها شيئا فقد رد السنه كلها فعليك بالقبول. یعنی الله سبحانه و تعالی قبول نمی کند چیزی رو از سنت در حالت ترک شدنی بعضش. یعنی وقتی که شما به سنت عمل میکنید اما یک قسمی از سنت رو ترک کردید، 80% 90% سنت رو بجا میرید، 10% سنت رو ترک میکنید، یعنی به خاطر اینکه این سنت رو قبول ندارید. شیخ میگن که سنت هایی که عمل کردید قبول نیست، باید همه سنت رو بجا بیارید. پس هر کسی که چیزی رو از سنت ترک بکند گویا که همه سنت رو ترک کرده است، رد سنت کله. پس به تو واجب است ای مؤمن و مسلمان که قبول بکنی. قبول یعنی کاملا قبول بکنی، کاملا قبول بکنی. بارک الله فیکم. بهوتی در شرح منتهى الارادات عن سبب كفر الجاهد والمنكر میگوید که المعاندة للإسلام وامتناعه من قبول الأحكام غير قابل لكتاب الله وسنة رسوله والإجماع للأمة. دشمنی کردن با اسلام، از عمل ترک نمودن عمل، از عمل باز داشتن نفس، یا که باز داشتن انسان خودش را از قبول کردن احکام، این غیر قابل قبول است و غیر قابل کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و اجماع امت است. بارک الله فیکم. اکرمه در زیر قول الله سبحانه و تعالی که در سوره بقره آیه 193 آمده است میگند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله، و بکشید آنها را، یعنی مشرکین و کافرین و اهل فتنه را، تا اینکه فتنه نابود گردد. فتنه نیست بگردد، فتنه در این آیه معنی چی است؟ یعنی شرک نابود گردد. حتی لا تکون فتنه، فتنه را در اینجا ابن عباس و غیره و دیگر صحابگان میگن که فتنه یعنی شرک و یعنی بدعت است. یعنی بکشید مشرکین را و کافرین را و کسانی که مرتد هستند تا اینکه فتنه نابود گردد، یعنی شرک نابود گردد. و یکون الدین لله، و دین کاملا و حکم کاملا از الله گردد. چه که در حلقه گذشته بیان کردیم، صحابگان میگفتند دین در اکثر آیات ها معنیش حکم، یعنی و یکون الدین لله، و این دین کاملا از آن الله باشد، حکم این زمین کاملا از آن الله باشد. فین انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین. اکرمه در این آیات میگن که هو من ابى ان یقول لا اله الا الله، یعنی بکشید هر کسی رو که در اینجا میگن هر کسی که سرکشی بکند از گفتن لا اله الا الله، از قبول کردن لا اله الا الله، هر کسی که لا اله الا الله قبول نکرد، نگفت، این رو بکشید تا اینکه فتنه نابود گردد. محمد ابن عبدالبر رحمه الله در کتاب تمهید میگن وقد اجمعوا على ان مستحل الخمر كافر راد على الله عز وجل خبروا في كتابه مرتد يستتاب. میگن تمام علما اجماع نمودند که هر کسی که یا که حلال داننده خمر، شراب، هر کسی که شراب رو حلال میشمارد کافر است. این انسان رد کننده بر الله عز وجل است، رد کننده خبری الله، حکم الله است در کتابش. این مرتد است، باید جستتاب کرده شد، باید ادب داده شود تا که توبه بکند و الا قتل. ابن القیم در کتاب تبیان بالتصرف ذکر میکنند که الله سبحانه و تعالی به نامش قسم خورد. البته در یک آیه از فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. این آیه رو ما در حلقه گذشته ذکر کردیم که این آیه هم دلیل است برای واجب بودن یا که شرط صحت لا اله الا الله بودن قبول. در زیر همین آیات ابن القیم الجوزی ذکر میکنند و میگویند که الله سبحانه و تعالی به نفس مقدسش در همین آیات قسم خورد. فلا و ربک، قسم به ربت ای محمد صلی الله علیه و سلم، که قسم خورد به نفس مقدسش بر این که هر کسی که حکم مشکلاتش را، مشاجره اش را به حکم الله تحکیم نکند، به حکم الله و رسولش سود نکند، همین انسان ایمان ندارد. یعنی الله سبحانه و تعالی به نفس مقدسش قسم خورد بر نبودن ایمان در کسی که
به حکم رسولش در مشاجره و مشکلش حکم نمی کند. ولم يثبت لهم هذا الإيمان بمجرد هذا التحكيم. و ابن القیم الجوزی میگن که و به مجردی به وجود آمدن تحکیم ایمان هم به وجود نمی آید، بلکه این کافی نیست. میگن بلکه ضرور است که حرج و از قلب شما، از درون شما ناراضگی نابود شود، ناراحتی نابود شود. یعنی ببینید الله سبحانه و تعالی گفت قسم بر ربت ای محمد صلی الله علیه و آله، یعنی الله قسم خورد و گفت مؤمن نیستند تا زمانی که به حکم رسول الله مشکلی خود را سود بکنند، قضاوت بکنند، حل بکنند. همین کافی هست می؟ نه، کافی نیست. بعد از این که به حکم رسول الله تحکیم کردند، حکم کردند، سود کردند، باید ناراحتی نداشته باشند، حرج نداشته باشند، باید قلبشون ناراحت نباشد. و بعد از این همین کافی است؟ نیست، کافی نیست. باز و یسلم تسلیما، و باید تسلیم 100%، قبول 100% و رضاگی 100% نسبت تمام احکام شریعت داشته باشند و از خودشون معارضه، اعتراض، این چیزها رو نابود بکنند. یعنی کسی که به حکم رسول اکرم صلی الله علیه و و به حکم الله مشکلش را حکم نمی کند و به غیر حکم الله میخواد که حکم کند، کافر است، ایمان ندارد. کسی که این عمل رو کرد و ناراحت است، کسی که به حکم الله و حکم رسولش حکم میکند اما ناراضی است، این هم کافر است. باید راضی باشید. بارک الله فیکم. پس ابن تیمیه رحمه الله در ایمان از اقرار میگویند يتناول الالتزام والتصديق ولا بد منها وقد يراد بالاقرار مجرد التصديق بدون الالتزام والطاعه. و میگویند اصل السماع الذي امر الله به هو سماع ما جاب به الرسول صلی الله علیه و سماع فقه وقبول و هذا انقسم الناس في 4 اقسام. یعنی اصل سماع، گوش کردن، اطاعت کردنی که الله سبحانه و تعالی به بندگانش امر کرده است، این گوش کردن و اطاعت کردن آن چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آورده اند. و شنیدن، گوش کردن، شنیدن چند نمود می شود: شنیدن فقه و قبول. و عموما میگن مردم در همین مسئله گوش کردن و اطاعت کردن به 4 قسم تقسیم شدند. یک قسم از انسان ها تماما به رسول الله و به قرآن گوش ندادند، اهمیت نکردند، اعتراض کردند، معرض شدند، ممتنع شدند، امتناع کردند از گوش کردن رسول الله، از گوش کردن آن چیزی که رسول الله آورده است. خودشان را داشتند، گوش نکردند و معرض شدند، یعنی روی گرداندند. که الله سبحانه و تعالی در سوره فصلت آیه 26 میگه: و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. و گفتند آنانی که کافر هستند، یعنی کافران گفتند لا تسمعوا لهذا القرآن، به این قرآن گوش ندهید، یعنی قرآن را که محمد صلی الله علیه و آله میخواند گوش نکنید. کافران به هم دیگر میگفتند که به این قرآنی که محمد میخواند گوش نکنید، به سخنهای محمد گوش نکنید تا که غلبه یابید. یک کم نمود انسان ها در مسئله گوش کردن کسانی بودند که اصلا گوش نمی کردند و روی از رسول الله گردانده بودند. صنف دوم کسانی بودند که سخن رسول الله، صدای رسول الله را گوش می کردند، شنیده بودند، آیات ها را می شنیدند، اما معنیش را نمی فهمیدند، اما فقه نداشتند، فهم نداشتند. چه که الله سبحانه و تعالی می گوید: و منهم من یستمع الیک و جعلنا لقلوبهم اکنة ان یفقهوا فی اذانهم وقرا. و بعضی و از آنها، یعنی از مشرکین، کسانی هستند که تو را ای محمد صلی الله علیه و آله گوش میکنند، اما ما به قلبهایشان اکنه زدیم، یعنی یک مثل مهر است که فهمیده نمیتوانند و در گوشهایشان وقر است. و ای یروا کل آیه لا یؤمنوا بها، اگر تمام آیات های الله را ببینند و بشنوند هم ایمان نمی آورند. سبحان الله. این دومین نمود بودند، یعنی کسانی که رسول الله را میشنیدند، گوش میکردند، اما نمیفهمیدند سخن رسول الله، چرا که الله سبحانه و تعالی به قلب اونها، به گوش اونها ختم زده بود. صنف سوم این کسانی بودند که
کلام رو یعنی سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم رو از قرآن و سنت گوش میکرد، میفهمید، هم گوش میکرد هم میفهمید، اما قبول نمیکرد، اطاعت نمیکرد. نه قبول میکرد نه اطاعت میکرد، به مانند یهود. در سوره بقره آیه 93 آمده است که الله میگه واسمعوا قالوا سمعنا وعصینا. الله وقتی که به آنها امر کرد که بشنوید، گوش بکنید، اطاعت بکنید، اونها گفتند گفتند سمعنا، ما شنیدیم. هر آن چیزی که رسول الله میگه یعنی از حکم الله و همه نازل کردهش ما خبر داریم، فهمیدیم، اما اطاعت نمیکنیم. یا که در آیت دیگر آمده است که الله سبحانه و تعالی میگه یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. یهودیان کسانی بودند که سخن الله را شنیده بودند، میفهمیدند کلام الله را، و بعد از این که کلام الله را شنیدند و فهمیدند و دیدند، تحریف میکردند، تغییر میدادند، همین سخن الله را تغییر میدادند. بعد از فهمیدنشون، من بعد ما عقلوه، بعد از این که دیدند و فهمیدند و سخن الله را درک کردند، اما این سخن را قبول نکردند و تغییر دادند، سخن را تغییر دادند در حالت دانستنشون و هم یعلمون. سومین صنف، چهارمین صنف در مسئله شنیدن کلام الله، این کسانی هستند که کلام الله و رسول الله را شنیدند و فهمیدند و قبول کردند. در سوره مائده الله سبحانه و تعالی در آیه 83 میگوید و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. و زمانی که میشنوند آن چیزی که به نازل نمودیم، آن چیزی که نازل نمودیم به سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی قرآن را، وقتی که قرآن را میشنوند میبینی که از چشمهایشان آب دیده میریزد از آن حق، به سبب این چی، به سبب حقی که فهمیدند. یعنی انسان‌هایی بودند که گوش میکردند، میفهمیدند و قبول میکردند. وقتی که قرآن، تلاوت قرآن را که بر رسول الله نازل شده است میشنیدند، آب دیده اشان میریخت از سبب آن که میفهمیدند که این حق است. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، میگفتند ربنا، ای الله، ای اله، ما ایمان آوردیم و ما را از جمله شاهدین بنویس. البته در اینجا شیخ الاسلام ابن تیمیه اهل گوش کردن رسول الله و قبول کردن رسول الله را به 4 قسم تقسیم میکنند. اولا کسانی که اصلا گوش نکردند رسول الله را و دعوت میکردند که کسی گوش نکند. دومین گروه، این گروه اول بود، و گروه دوم کسانی بودند که رسول الله را گوش میکردند، میشنیدند، اما معنای سخن رسول الله را نمیفهمیدند، حق را نمیفهمیدند. چهارمین یا که سومین گروه کسانی بودند، یهودی ها، که رسول الله را میفهمیدند که حق است، سخن رسول الله را گوش میکردند، میدونستند که حق است، اما تغییر میدادند و اطاعت نمیکردند، قبول نمیکردند. و گروه چهارم، گروه هدایت یافتگان، کسانی بودند که رسول الله را گوش میکردند، قرآن و سنت را گوش میکردند و میفهمیدند، معناش را درست میفهمیدند و بعد از این ایمان می‌آوردند و قبول می‌کردند. و البته این سخن شیخ الاسلام تیمیه در مجموعه الفتاوا ذکر شده است. بارک الله فیکم. پس بعد از این همه سخن‌های علما، بعد از این همه ذکر بیان سخن‌های علمای اهل سنت و الجماعت از علمای متقدمین، به ما بیان می‌گردد که قبول این در حقیقت یک عبادت بی‌نهایت بزرگ است و شرط صحت لا اله الا الله است. وقتی که قبول نیست، لا اله الا الله نیست. وقتی که قبول حقیقی در انسان نیست، لا اله الا الله فایده به انسان نمیدهد. برای همین برادرانم و خواهران موحدم، قبول شریعت را کاملانه بکنید. نشود که بعضی از حکم الله را انسان قبول نکند، یا نشود که یک کسی خود را مسلمان و موحد بگوید اما سنت صحیح رسول الله را قبول نکند. این ناممکن است. ما باید به قرآن و سنت، البته سنت صحیح، 100% سرخم بکنیم، قبول بکنیم، اطاعت بکنیم، انقیاد داشته باشیم، عمل داشته باشیم و از گفته های الله سبحانه و تعالی و رسولش بیرون نبریم. با همین این حلقه را به پایان میرسانیم و در حلقه های آینده باذن الله مسائلی که تعلق به